این خبر درسته؟ آره درسته. کلیان امباپه 80% سهام کن رو در اختیار داره. چگونه؟ امباپه برای خرید سهام باشگاه کن مبلغی نزدیک به 20 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد. پیر آنتوان کاپتون نیز با پرداخت 5 میلیون یورو مالکیت بخشی از سهام باشگاه را در اختیار خواهد داشت. امشب قرارداد 80% سهام باشگاه کن که بیش از این در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی اوکتوری بود به امضای ترفین رسید و کلا من گفتم شاید این ویدیو براتون جالب باشه که امباپه یک مالک باشگاه 80% باشگاه رو در اختیار داره. جدی میفرمایید؟ این انتقال مالکیت فصل جدیدی را در تاریخ باشگاه کن رقم می‌زند و انتظار می‌رود با حضور یک چهره شاخص جهانی مانند امباپه دعوت گسترده‌ای در این باشگاه ایجاد شود. و همین بود خبر خریدن باشگاه امباپه.